جوان پسر داماد شونده برای شنیدن نصیحت نزد حکیم رفت و گفت: من چند روز بعد ازدواج میکنم. شما برای آینده من چی نصیحت میکنید؟ حکیم گفت: همسر آینده تو شریک زندگی تو خواهد بود. وی از خانواده اش دور می شود، پدری غمخوار، مادری مهربان و برادر و خواهر جانی اش را ترک می کند تا اینکه به تو بپیوندد. بنابراین سعی و کوشش کن تا اینکه همسرت آن مهر و محبت عائله اشان را در وجود تو پیدا کند. بجای پدرش برای وی غمخوار باش، بجای مادرش به او مهربانی نما و نوازشش کن، بجای برادر و خواهرش حمایتگر باش.